السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. فشار سیاهی. آیا در یاد دارید وقتی که خواب بودید و شما را سیاهی فشار می دهد، یا که زنی کلانسالی را می بینید که به شکل بسیار وحشتناک است در حالی که چشماتان کشاده بود؟ مردم زیاد به این حالت دچار شدند و دچار می شوند و هر کسی به هر معنای تفسیر می کند. لکن این بیماری چی است در حقیقت و چطور از این بیماری خلاص شویم؟ این فشار سیاهی در حالتی می شود که انسان چشماش گشاده است و در بالای سینه خود سیاهی را می بیند و آواز خود را نمی تواند ببرارد، یا اینکه با دست چپ خواب می رود زنی وحشتناکی را می بیند که گلوی او را فشار می دهد که نفس کشیده نمی تواند. سبب این حالات غیر عادی در وقتی می شود که جسم آدم به پرگی تیار نیست برای از خواب خیستن، یا اینکه انسان وقت خواب می رود خواب خود را تغییر می دهد و یا زیاد فکرهای اندوهگین می کند پیش از خواب رفتن، و یا مدت خواب نمی رود و یا دوایی های زیادی می خورد و یا به پوست خواب می رود. و از همه مهم این است که آدمی زاد تنها خواب می رود و یا دعا را نمی خواند. همه اینها سبب می شوند که دچار این حالت غیر عادی و مرض نفسی آدمی زاد می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی در جای خود نشسته تیاری به خواب رفتن می بینی و تو طهارت کرده پاک هستی، پس به طرف دست راست خواب برو. اگر تو در این حالت دچار شده ای، پس در پایان بنویس تا اینکه بیشتر و بیشتر معلومات را برای شما جمع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.